چالش 30 روز 30 تا ماگ پینترستی. روز 7 میشه ماگ طرح خرس درست کنی؟ معلومه که میشه، بریم درستش کنیم. سلام، حالتون چطوره؟ ماگ خرسی توی پینترست مدل‌های مختلفی بود، ولی من این مدل شکم گنده رو از همه بیشتر دوست داشتم. برای همین اینو انتخاب کردم. بدنه اصلی ماگ رو من با چرخ سفالگری درست کردم که به خاطر طولانی شدن ویدیو دیگه فیلمشو نذاشتم. من دماغ و گوشیشو چسبوندم. بعد برای ماگ توی دستش یه گردی درست کردم، با ته قلمو داخلشو سوراخ کردم و دسته کوچولو هم بهش چسبوندم. دل خودم که حسابی واسه این ماگ رفت. خیلی نازک و گوگلی شد. با خراش دادن و چسب گل ماگ رو روی بدن چسبوندم و بعد از اونم دستاشو درست کردم و خراش دادم و با چسب گل چسبوندم. برای یقه لباس، پایین لباس و همچنین سراسیناش چند تا فتیله درست کردم و با خراش دادن چسبوندم روی بدنه و بعد برای ایجاد کردن یه بافت کشباف روی یقه و سراسینا با یه سیخ چوبی خطای عمودی کشیدم و اون بافت کشباف رو ایجاد کردم. بعد پاهاشو چسبوندم و همین دیگه. چطور شد به نظرتون؟ اگه دوست داری نتیجه رنگ و لعاب این ماگا رو ببینی حتما منو فالو کن.